من در بویی نمیفرزن زور من بویم میرم با سری ندیدم من میدونم که عمر ندارم دخترچه ما قبول نکردن یکم بچه ما 4 روز در تگی پدول بچه هم کسل خورا من هیچ که دیگه قبول نکرد خیستون دخترچه ما به خونه کودکان دادم ای سنی 3 سالگی دندانه 3-4 تا تیلا داشتن دندانه ما فروختم بلیسه نوحیه رودکی با کسل 6 خور رفتم من اودینه و گل دستم زوده نوحیه رودکی من صاحبی 2 فرزند یک دخترچه یک پسر من از سنی 3 سالگی شوهرم 3 سالگی دخترچم شوهرم بندگی کرد من دیو مویله بودم تخواه در کوارتیرم میششتم $100 میسپاریدم وقتی که شوهرم وفات کرد من از زندگی خیلی تنقیصی کشیدم 4-5 ماه خونه قرضدار شدم خیستم کوچ برم در قرضی خونه دادم من دختر اومدم خونه خیش تبارا گفتم دخترچه ما قبول کنن مرا برم کار کنم دخترچه ما قبول نکردن یکم خیش تبارم قبول نکرد خیستم دخترچه ما به خونه کودکان دادم از سنی 3 سالگی پیش وزیری معارف رفتم دخترچم تا سینی مکتبی در خونه کودکان بود ای خونه کودکان اینترنتی 4 رفت ای اینترنتی 4 رقمی 1 رفت دخترچم با صنف 6 میخونه با راسیه رفتم گوش پار داشتم 1 تا سیپچکه داشتم فروختم و رفلی کردم راسیه رفتم 1 سال ایستادم زنک چی کار میکنم من فقط گردی دام میرفتم ولی خنکم زد فقط پلی کوارتیر 6 ما خنک زد کسلی 6 شدم به همونجا بیماری سخت شدم بچه هزار رحمت به بچه های مهاجر که مرا رهپلی کردن با تاجیکستان روی کردن بیستری بر بلیسه نوحیه رودکی با کسلی 6 خور رفتم تا زیر در بدرم 15 روز در خونه یپم همین خوابگاه در زندگی میکنم به غذای همین یپم من هیچ که دیگه قبول نکرد خونه کسی میرفتم من سر میکردم بی اومدم بیمار شدم کسلی دولینی شدم هم روده پیچ اپیراسه شدم کیسته شدم عصبم هم وایرون شده دولینی در چشمم زده چشم کشیدگی بعد آمدم اپا گفتم اپا من خیلی کار شدم چیکار کنم خیلی مردی نداره خونه ایدم قینه قطی مردک بینم که مردکش میدرویه بعد من با نویه قرغن زورم اومد به خونه ینگهی که آیا که مجیده شدگی بود با خانه هوای زورم اومد رفتم که باید شوهر کرد اگه باید 2 فرزند داره با خانه همو رفتم که باید مرا قبول کرد خونهش در 1 ماه و 8 روز ایستادم بعد با ما گفتم بیا ینگه مرا قرض بیا ما بچه ما با راسیه روی کنم بچه ما 10,000 بچه را 5,000 ینگه ما همسایش قرض کرد راه پلی کردم بچه ما با راسیه روی کنم ساختمان ده که در ساختمان بچه ما رفت کار 3 ماه همین 3,000 روسی کم 20,000 روسی در دستش دادم سوارش کردم بچه هم رفت 3 ماه پرکتیس کشید که در 3 ماه بچه هم کسل شد در خوابگاه خوابگاه در خواب 3 ماه چیش گذشت که بچه ما در شوای در بیرون کردم بچه هم کسل بچه هم نمیدار چه ایش کنه فهمیدنه که بچه های توجیگ رحم کردن با بچه های ما آوردن در تگی ساختمون رازی ملکه میگفتیان جوی ریلباس بروری کارگرو بچه ما 4 روز در تگی پدول بچه هم کسل خوره من میگو چه من میبرم یک تا بطان دارم در دستم تمام دیگه هیچی ندارم بچه
بچه‌ام کسل شد 4 روز دیگه که بهوش شده بچه های تاجیک دلش با بچه من سوخت و بچه من را بلد گرفتم با تاجیکستان روی کردن گفتم بچه‌ام رو کار کنه بچه‌ام یک خونه‌مو بگیره اقلا کردیتم باشه در درنیامو بیتون ما میدرم و میشینم که بچه‌م کسل شد اومد بچه‌م اومد در استقلال در خوابش کردیم همون هفته که بچه مدرسه اومد راه محکم شد اگر بچه هم نمی اومد ممکن که بچه ما در همون تگی پدوال میمون در استقلال بچه هم اپیرات شد بعد اپیرات شدگیش با دیدانش که گفتن کسلی بچه ایت دیگه چیه پروفسور بچه ما دید که کسلی بچه ما بوغم درد بده هم اپیراسیون ولی کتل شد و هم بوغم های بچه هم درد هم سر زنوش های هم ای جای بجیلکی پای هم ای جای دست میسوزه شوید درست قرضاش که تلفونش کردم بلوی های ورزاب یک ساختمون دارم اونجا میرم و هم کار میکنم جا هم خواه میکنم میگه او چند خلال نیمی پولی خواهم و قرض ما بتا بچه هم میگه تلفن منه و چه ساعتی 12 شب تو ساعتی 4 سهر میگه و چه بگومای ما میسوزه باید باید لیچینیاش کردن در کار بود و 3 ماه پس باید تبلیت کوشم میخورد یا تبلیت که او 300 سامونه مگی جو میارم میدم اینه این دخترچه ما خونه کودکان در دودگی ای سینی 3 سالگی اینه کسلی بچه هم شدگی ای استقلال خواه کدگی مادر بویی نمی فرزند زور من بویم میرم من با سری ندیدم من روی نمی سر نشدم که ای سینی 3 سالگی همه کشک سلامت شگون کرد اما خدم التماس میکنم گردنی کش دارم که مرا یای وردم کنه که من 2 گودک ما جو بجو کنم من میدونم که عمر ندارم من میدونم من خماییس میکنم من همه کسل شدم میدونم عمر ندارم همه یک گودک ما بینم که جو بجو های من بعد دیگه به هرمون میبرم این همی دندانو ما فروختم دندانو 3-4 تا تیلا داشتن دندانو ما فروختم همه این همی داروی همه دولینیان همه ما برای خودم خریدم همه ها نباشن من میبرم در قدی کدوم روزه در راه میبرم با دلم سس میشه و بیهوش میشم شبی 23 هم در نمی جاشی مرا و پام تلخه کفشی التماس میکنم گردنی کش دارم که اگه وردم ممکنه هر 2 گونده که مرا جو با جو کنه که در قدی کوچه میماندم و میبرم